فرانسه و ویتنام. در نوبت اول باید ذکر کنیم که ویتنام در گذشته مستقل بود یا که جزء از امپراتوری ها. البته ویتنام در گذشته جزء امپراتوری چین بود. به این دولت یعنی به ویتنام در عصر 19 فرانسوی ها سر در آوردند. با همین فرانسوی ها در این کشور حضور پیدا کردند. فرانسوی ها تا سال 1940 در اینجا حضور داشتند. وقتی که آلمان فاشیستی فرانسه را اشغال کرد، ژاپن هم به سمت چین لشکر کشید. با همین فرانسوی ها را هم از این کشور یعنی از ویتنام بیرون کرد. بعد از جنگ دوم جهانی شخصی در اینجا سر برداشت با نام هاشمی. او یک کمونیست بود و توانست بعد از جنگ دوم جهانی این کشور را مستقل اعلان کند. همین خیلی هم شد. بعد از جنگ دوم جهانی جنگ سرد آغاز شد. امریکایی ها و کشورهای غرب اروپا ضد کمونیستی شدند. در گذشته هم بودند. باز در جنوب ویتنام فرانسوی ها حضور پیدا کردند. هاشمی نتوانست کل این کشور را به دست بگیرد. بدین واسطه ویتنام به دو قسمت، ویتنام شمالی و جنوبی جدا می شود. البته شمالی دستی کمونیستان و جنوبی دستی دولت های کپیتالیستی و مثال غرب و امریکا. سال 1953 جنگ میان ویتنام جنوبی که فرانسوی ها در دست داشتند و ویتنام شمالی اوج می گیرد. سال 1954 ویتنام کاملا دو تیکه می شود. در نهایت سال 1960 کمونیستان ویتنام شمالی با کمونیستانی که پنهانی در ویتنام جنوبی بودند سلاح می‌فرستند. طوری که گفتیم فرانسوی ها در ویتنام جنوبی بودند. فرانسوی ها مسیحی‌اند و مردمان ویتنام بودایی بودند. با آنها فشار می آوردند تا که مسیحی شوند. آنها این را هیچگاه قبول نمی کردند و می گفتند ما بودایی بودیم و بودایی خواهیم ماند. ایالات متحده آمریکا در سال 1965 رسما وارد جنگ با ویتنام شمالی می شود. در این دوران امریکایی ها 200,000 سرباز را به ویتنام جنوبی می‌فرستند. امریکایی ها در این جنگ از هواپیمای جنگی بمب‌افکن B-52 استفاده می‌برند. در دوره این جنگ ها راهبر ویتنام شمالی هاشمی در سن 79 سالگی از عالم چشم می‌پوشد و در امریکا راهبر نو می شود. البته نیکسون. او با برژنیف مذاکره می کند و در سال 1973 آنها تصمیم می گیرند تا نیروهای خود را از اینجا بیرون کنند و به خانه های خود برگردانند. 30 اپریل سال 1975 ویتنام شمالی جنوبی را اشغال می کند. با همین جنگ خاتمه می یابد.